یه سری از ارزشی‌های پلشت میگن که شاه فرار کرد. شاه میتونست فقط با یه خودکار و یه امضای کوچیک تمام مخالفینش رو سرکوب کنه و مثل خامنه‌ای و دستمال به دستهای دورش با کشتار بیرحمانه بشینه روی تخت قدرتش رو به حکومتش ادامه بده. اما نکرد. خیلی راحت میتونست بکنه و نکرد. چرا؟ بهتر جوابشو من ندم، چون خود محمد رضا شاه بزرگ در کتاب پاسخ به تاریخ دلیل این که چرا اغتشاشات بهمن 1357 رو سرکوب نکرد رو اینجوری توضیح میده: من به عنوان پادشاه ایران هرگز نمیتوانستم دستور دهم که ارتش به روی مردم کشورم آتش بگشاید. شاهی که مردم خود را به گلوله ببندد دیگر شاه نیست، دیکتاتور است. من نمیخواستم کشورم را به حمام خون تبدیل کنم و به همین دلیل تصمیم گرفتم که ایران را ترک کنم تا از خونریزی بیشتر جلوگیری شود. من نمیخواستم نامم در تاریخ به عنوان پادشاهی ثبت شود که با کشتار مردم خود تاج و تختش را حفظ کرد. گناه من این بود که برای میهنم بلند پروازی میکردم و مرا متهم به داشتن جاه طلبی های شخصی میکردند. مردم دل شاه رو شکستند، بد جورم شکستند. پیشنهاد میکنم مستند شاه رو ببینید، زندگی نامه شاه، مستندی که خودم با تحقیق فراوان درست کردم. برید ببینید ما چه جواهری رو از دست دادیم و چه هیولاهای وحشی رو تحویل گرفتیم. لینک ویدیوی کامل در بیوی پیج هست، میتونید ببینید.